من نجمه عظیمی هستم. 26 سالمه. شوهرم هم مشکلش اعتیاد داره. 3 تا بچه دارم. شیدا، امید، فرهاد. چند سال ازدواج کردی؟ 9 ساله. توی 9 سال همش بدبختی، بیچارگی، دعوا، هیچ. مثلا میره آشغال جمع میکنه میکشه. بعد منم یه ذره گلدوزی میکنم، اونم که زیاد از اینش نمیشه. کم. آها، درآمدش کمه. چشمم درد میکرد. نمیتونستم بدوزم. نصف کاره برد. بعد اون وقت برای این گلدوزیایی که انجام میدی چقدر اجرت میگیری؟ هیچ 20 تومن، اونم نون، چای خشک و وسایل خوردنی یه ذره میشه. الان یخچال نداریم. دیگه چیز وسایل خونه نداریم دیگه. شوهرت چی دوست داشتی چه جوری باشه؟ دوست داشتم که ترک کنه، دوباره آدم خوب باشه. سالم باشه، زندگی خوب داشته باشیم، ولی نمیکنه تو این 9 سال. دوست نداشتم پدر مادرم منو شوهر بدم. منو بازور دادم. هیچ وقت راضی نیستم، نمیبخشه ایشون. پدر مادر تو؟ شیدا خانم 7 سالشه. میگه جشن داریم، اون روز نرفت جشنشون، کیک تولد 2 تومن نداشتم بهشون بدم. سخته دیگه آدم نداشته باشه. من که زندگی خوب نمیشه تو این 9 سالگی خوب نشه. دوست دارم آینده بچه‌ها. من اسدالله محمدی 60 سالمه. 2 تا دختر داریم. یکی الحمدلله ازدواج کرده رفتیم، یکی هم هستش. مریم 18 سالشه، زهرا 13 سالشه. چشم راستم از بچگی به اصلا اینجوری شده، از اثر بیماری بوده. سال 80 هم به اصلا این یکی چشم چپ هم اینجوری شده. پس کامل هر 2 تا چشمتون بیناییشو از دست داد؟ بله. حالا هم که از سال 80 به این بر خونه نشین شده. الان کمبودتون، کم و کسریتون تو زندگیتون چیه؟ کمبود والا خب کم کسری همه کس دارن، نه اینکه مثلا تنها من داشته باشم. خب دیگه میبینین دیگه. سر نماز چی از خدا میخواین؟ سر نماز فقط سلامتی همه رو میخوام. من دیگه عمری از من گذشته. سلامتی تمام بچه ها، تمام جوان ها، تمام مردم میگیرن. تو سال 80 که پدر چشمش رو از دست داد، فکر میکنم چند سالت بوده اون موقع؟ 3 سال. میفهمیدی اینو؟ آره. متوجه میشدی که این اتفاق افتاده؟ اون موقع چه احساسی داشتی؟ ناراحت بودم از اینکه نمیتونه منو ببره بیرون، با هم بریم بازی کنیم. آرزوت چیه زهرا؟ همیشه شاد باشی. احساس خوشبختی میکنی؟ خیلی. خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی همیشه سایه پدر مادر بالا سرت باشه. دوست داری که آینده بچه هاتون چجوری باشه؟ دوست دارم آینده تمام بچه ها، تمام جوانای ایران اصلا خوب باشن، صلح صفا باشه، به اصلاح همه تو زندگیشون موفق باشه. زهرا چی؟ زهرا هم مثل اونا هیچ فرقی نمیکنه. تمام بچه های ایران بچه های من هست.
بچه‌م داره. شوهرم الان 10 ماه که نیستش، گم شده بود. شغل شوهرتون چی بود؟ نقاش بود. نقاش ساختمون. روز بعد از گم شدن همسرت از کلانتری با شما تماس گرفتن، گفتن برای شناسایی بریم. به شما چی نشون دادن؟ عکس. فقط یه سری عکس بود. شما تو اون عکس‌ها چی دیدین که فکر کردین که اون باید مال شوهرتون باشه؟ لباساش و علمی بدنش. 10 ماه گذشته، هنوزم معلوم نیست که اون جسدی که پیدا شده همسر شما هست یا نه. خب تو این مدت شما وقت چجوری زندگیتون رو تأمین دارین میکنین 10 ماهی که همسرتون نیست؟ خود با هزار بدن. بچه هاتون چند ساله؟ چند دخترم 4 سالشه. اسمش چیه؟ سارینا. پسرتون؟ اونم 2 سالشه. اسم پسرتون چیه؟ کسرا. بعد شما اینجایی که الان دارین زندگی میکنین خونه خودتونه؟ نه مستزیم. چقدر در ماه دارین اجاره میدین؟ 50,000 تومان اجاره میدین؟ بعد خانواده‌تون چی؟ یا خانواده همسرتون؟ مثلا خانواده خودتون یا خانواده شوهرتون نزدیکتون هستن؟ مامانم بهتون کمک میکنن تو این شرایط؟ اونم شرایط زیاد خوبی ندارن یعنی؟ بعد شما کار خاصی انجام میدین خانم حسنی؟ مثلا کاری که بتونین از طریقش درآمد داشته باشین؟ هیچی بلد نیستین؟ سواد دارین خانم حسنی؟ این در حد خوندن نوشتن رو دارین؟ یعنی الان وقتی به یاد روزای قبل از رفتن شوهرتون میافتین خاطرات خوبی دارین از اون روزا؟ آره؟ خب خاطرات خوش زندگیتون کلا مربوط به همون روزاست. بهترین روز زندگیت کی بوده؟ تا 89. 89؟ 90 کنم. 90 این اتفاق افتاد. سارینا چی میگه راجع به نبودن پدرش؟ دیدم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنه؟ دل ما سوال میکنه چرا بابای همین میکنه؟ فکر میکنی اون ممکنه برگرده؟ هنوزم یعنی منتظرشی؟ آره؟ روزی که این قدم ها شروع شد شاید خیلی کوچیک و ناچیز بود، ولی به سرعت منتشر شد و به دلیل همراهی شما عزیزا روز به روز بزرگتر شد. ما همگی تو این مسیر رشد کردیم، ما با همراهی اونها و اونها با تلاش برای زندگی بهتر. همیشه یادمون باشه که بارون به دلیل استمرارش سنگ رو سوراخ میکنه، نه قدرتش. ما با کمک شما عزیزان هم استمرار داریم هم قدرت. از شما عزیزان دعوت میکنم بلند شید و بایستید. از همتون دعوت میکنم که بلند شید و بایستید. ما با ایستادنمون امید رو در دل این خانواده ها و فرزندانشون زنده نگه می‌داریم. ما با ایستادنمون به اونها نشون میدیم که همچنان کنارشون هستیم.
یادمون باشه همواره کمک‌های خدا به ما مثل نفس کشیدن، آروم، بی صدا، همیشگی. از همتون ممنونم که با حضورتون و ایستادنتون تو جمع خانواده ما نشون دادین که میتونیم این راه رو ادامه بدیم و ما رو دلگرم کردید.